رسانه پشت پرده در یوتیوب با احترام تقدیم خودم جلو میدم به احترام خودتون راحت. طبق پاپاراتزی یک سبک جنجالی یک زمانی قرار بود از زیر نفت زندگی ایدئالی بشه. خیلی رک میگن آقا میدن میکنن یه دونه دادن و کردن که جا بیفته پشت پرده ببینیم که برای مسئولی گفتیم با دید وجب واقعا پشت پرده. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. شاید تیتر برنامه رو ببینید با خودتون سوال پرسید یعنی چی آموزش دزدی؟ مگه داریم؟ مگه میشه؟ باید بگم که در مملکت ایرانی که یک دلالی که 2 ریال سواد نداره، درآمدش از یک استاد دانشگاهی که 10-15 سال درس میخونه بیشتر هستش، باید این چیزا رو فکر کنم آموزش داد، چون گویا هر کسی که تو ایران دزدی بکنه پیشرفت میکنه، نه اون کسی که زحمت میکشه. این روش داره میره جلو. بریم صحبت کلیدی مهران مدیری رو ببینیم. بیاین من این ویدیو رو آغاز میکنم. مثلا میگم که چرا این تیتر انتخاب شده. استادی که دعوت شده تا برای یک ترم کامل یک درس 4 واحدی رو در دانشگاه تدریس کنه، پس از حدود 1.5 سال انتظار برای دریافت حق و حقوقش، فکر میکنید چقدر به حسابش ریختن؟ 950,000 تومان. فرهنگسازی یعنی همین، یعنی جوان و نوجوان ما ببینن آدم‌های اهل دانش و کتاب و تحقیق و پژوهش همیشه لنگ پولن و مشکلات مالی دارن. این یعنی فرهنگسازی. اما پول دلالی که اسم خودشو بلد نیست بنویسه از پارو بالا میره. به همین سادگی میشه فرهنگسازی رو تعریف کرد و آینده نسل جدید رو ترسیم کرد. فرهنگسازی کار پیچیده‌ای نیست، پیچیدش میکنن. بله، صحبت‌های مهران مدیری رو شنیدید و حالا میخوام یه ویدیو بهتون نشون بدم که آموزش سرقت از منزله، ولی شاید آموزش نباشه، شاید یه مقداری شما رو هوشیارتر بکنه، آگاهتر بکنه که جلوی یه سری سرقت‌ها گرفته بشه. این ویدیو رو ببینید. دلم نمیاد که من این ویدیو رو جا ندم در یکی از مستندهای خودم. حالا اگر خارج از ایران هستید به خانواده‌های خودتون، دوستان خودتون به ایران آموزش بدید یا ویدیو رو بفرستید، یا اگرم تو ایران هستید یه مقداری حواستون باشه همیشه دوستا یه پله از شما جلوتر. ببینید این ویدیو رو. یه زاغزن میاد صبح، میاد این تراکتو میذاره لای این در به این ترتیب میره، نشونش این تدریسه، اون قرمزی که نوشته شده. اگر مثلا این بیفته یا کسی برش داره، خب میفهمن این خونه ورود و خروج داشته. الان این خونه رو نگاه کن اینها، من میگم این خونه الان نشون شده. تو کل این کوچه که ما رفتیم و برگشتیم یه دونه تراکت لای درا نبودش، ولی این خونه نگاه کن هم تک واحدیه تو کل کوچه. اینو من نمیگم 100%، حداقل 40-50% میتونم بهت بگم اینو نشون کردن. با پشت ماشین اینجوری میان هول میدن به در، نگاه کن، یا با زور اینها این باز شد و میره در باز میکنه. اصلا شما نگاه کن در باز کردم من الان نگاه این در بازه. بعد الان کسی اومدش اینجا به ما بگی خرید به چنده، بعد فردا مال یارو رو میبرم میاد حوار حسین میکنه آی مالمو بردم بدبخت شدم فلان شدم. کارشناسه یه دوره‌ای بلد بوده. اینو زدیم. این گفته وسط. این که دیگه هولش هم بدن باز همونیه که بهتون این ترکتو برداشتم نشون دادم، گفتم نگاه کن این قفل ساده است، اگه از اینا بخوره کاری باش نمیشه کردش. الان ما درب ضد سرقت داریم، بیا من درب ضد سرقت رو با یه پیشگوشی برات بازش کنم. نگاه کن یکی قلاب بگیره، من همینجوری چینه رو گرفتم، یه قد بلندتر از من باشه این چینه رو گرفته. این الان نرده نداره، باید نرده داشته باشه. موقعی که با پشت دست بزنن این راحت یه دستمالی میبندن میزنن یه گوشه شیشه میشکنه، پنجره رو باز میکنن میرن داخل. این اتفاقا کل ساختمون نگاه کن، لب اتوبان ماشین میارن این لب قشنگ پارک میکنن، هر چی هست نیست جارو میکنن میریزن تو ماشین رو برمیدارن میرن. خونه رو نگاه اینه هلو میمونه، نگاه دستو بگیرم اینور پای بعدی تو اتاق خواب یارو هم. این همه تکنولوژی داریم، باز لوله‌های گاز پله‌ای هستش برای سارقی. نگاه خیلی شیرین میری بالا. پنجره‌های داخل رو نگاه کن، هیچ گونه حفاظی نداره. میبینی این خونه دوربین داره، ولی دوربین به کدوم سمته؟ ناکجا آباد. من اینجا رو میرم دیگه، اینجا میرم داخل. نگاه کن رفتم تو. این یه نمونه دیگه، پله داره نگاه.
الان یه روش دیگه هستش محمد جان. خب میشه مثلا بدون درد و خونریزی و چه میگم سر صدا و اینا بخوایم باشه، خب الان زنگ یه آپارتمان میزنیم میگیم از اداره آب اومدیم. خب خیلی راحت میگیم از اداره آب اومدیم، درو باز میکنه. سلام، از اداره آبم میشه در باز کنی؟ جان؟ مرسی. تحویل گرفتی؟ به همین راحتی. سلام، از اداره آبم میشه باز کنی؟ به همین راحتی درو باز کردم. آقا سلام، شما در باز کردین؟ بله. ساعت 4:30 خب ما داریم یه مستند در مورد سرقت منزل میسازیم. من گفتم از اداره آبم شما راحت باز کردین، چرا باز کردین؟ اعتماد دیگه بخواد این قدم اعتماد از بین بره دیگه فایده نداره پسرم. آخه اعتماد تو این روزگار زیادیش خیلی بده. درسته، اشتباه سرم چون چاره بعد از دوره اشتباه. سلام، از اداره آبم میشه باز کنین؟ اداره آب؟ بله. کارتتون رو میشه ببینم؟ جان؟ کارتتون رو میشه ببینم؟ کارت برای چی؟ خیلی خوبه خانم، بذار من یه چیزی بگم. ما داریم یه مستند در مورد سرقت منزل میسازیم، بعد داریم در مورد این الان این موقعیت این که راحت باز میکنن. چرا شما در باز نکردین؟ چون اگه قیافم به مأمور آب میخورد باز میکردین؟ چی؟ میپرسم. همیشه میپرسین. آره. مأمور آب زیاد شک کنم باز نمیشه. تو بیشتر وقت بچه ها هستش تو بازی و مادر داره تو آشپزخونه ظرف میشوره و چه میدونم غذا درست میکنه، بچه نشسته یه داره کارتون نگاه میکنه، مثلا زنگ به صدا در میادش میگه پشت بچه این درو باز کن، اونم حولش میگه اداره آبم. بله، یعنی توجه کردید به چه روش حرفه‌ای دارن دزدی میکنن. البته ببینید وقتی جامعه‌ای که اینقدر برای مردمش ارزش قائل نمیشه، تازه جدیدن دیدم کپون رو هم آوردن توی سیستم ایران و میخوان ارائه بدن. یعنی مثل زمان جنگ بود که کپون ارائه میدادن، وضعیت اقتصادی داغون بود، الان دارن به اون سمت میرن. یعنی هر روز دارن مردم رو فقیر و فقیرتر میکنن. چرا؟ چون آدمایی که بیزینسمن های بزرگ بودن، کسایی که بعد چرخه اقتصادی رو میچرخوندن، دزد از آب در اومدن. و یه فیلم براتون پخش میکنم از روایت 2-3 تا از این کسایی که قوه قضاییه گرفتتشون به عنوان کسایی که دزدی کردن، راه تو لابی کردن. یعنی حرف از میلیارد که میزنن انگار پول خورده. 15 میلیارد، 12 3 انگار مثلا پول خورده توی جیبشون بوده. بریم ببینیم این ویدیو رو که ببینیم که اصلا جامعه‌ای که داره دزد پرور میشه تا اینکه بخواد دانشمند پرور بشه. هرچند ما دانشمندان رو داریم میبینیم که دارن از کشور فرار میکنن. ببینید. آقای زاهدیان برگشت گفتش که من میتونم مشکل شما رو حل بکنم، از زندان رفتن ممانعت بشه. قراری رو گذاشتیم که ایشون فردای اون روز اومدن توی بازپرسی به منم گفتن بیاد، چون من تقریبا هر روز میرفتم توی بازپرسی دنبال کار و نامه‌های بانکیم بودن. ایشون اونجا نشسته بود. آقای زاهدیان خودش رو رسون به من. سوار تاکسی شدیم، با هم به اتفاق داشتیم میومدیم. گفت آقای دانیال زاده 20 میلیارد تومان شما باید به من بدی تا من نذارم زندان شما بری. با ایشون چک و چونه زدن، به 15 میلیارد تومان راضی شدن که این کارو بکنن. اون موقع یورو بودش 5000 تومان، 6000 تومان، همینطوری بود قیمتا. من حدود 12 تومان به ایشون پول دادم، حدود 12 تومان. درست برج 10 بود. رفتیم پیش آقای دانیال زاده در رستورانش چارا فرمانیه. رستورانش فرمانیه گفتم ما این پرونده‌ای که داری میتونیم با هم حل کنیم. پیش بین گفت که زمانی که داشتیم میرفتیم گفت که هر حق الوکالی، حالا اون میگفت حق الوکاله، هر حق الوکالی که گرفتیم 3 تقسیم.
یعنی منو پیشبین، علیزاده و یه دوستی همراه من بود که اون دوستی من رفت کنار اصلا دخالتی نکرد رفت. دانیال زاده اومدیم بیرون و من به دانیال زاده گفتم که باید اینقدر داده و من اینقدر پول نمیدم. 20 گفت من نمیدم. گفتم خب نمیدی هیچی. گفتم چقدر میدی؟ گفت من 5 تومن میدم. من گفتم نه نمیشه دیگه. گفت 8 تومن میدم. گفتم نه نمیشه. فلان کد 12 تومن. گفت پیشبین از دور خارج کن. کی گفت؟ دانیال زاده گفت. ما اومدم به اساس حرف دانیال زاده پیشبین زدم کنار که این کارشناس هم فهمیده بود. گفت تو پیشبین زدی کنار. گفتم من نزدم. دانیال زاده کنار رو تمام شد. پیشبین رفت کنار. من شدم و دانیال زاده و با آقای علیزاده. دانیال زاده خود اون پول به من داد. در قالب یورو داد. من همون عددی که گفتم دادم حدوداً بهش. به کی دادی؟ به آقای علیزاده. چقدر؟ 3 میلیون. چجوری همون به صورت یورویی بشه؟ من دادم دیگه. آره دیگه دروغ نمیتونم بگم. در چند مرحله بهش دادی و کجاها گرفتی؟ 2-3 مرحله دادم. طب ازارات هم در آمول بود و با دم در خونش. آره. به صورت یورویی دادی؟ آره دادم دیگه. بله دیدید دیگه، یعنی میگه 12 داد 10 داد، اینو از دور خارج کنیم اون از دور خارج بکنیم. سیستم فشل اقتصادی ایران دیگه. و از اون طرف وقتی مسئولین و نمایندگان مجلسمون پای حرف خودشون وای نمیستن دیگه ما چه انتظاری از بقیه داریم؟ نماینده مجلس باش مصاحبه میکنن و راجع به قرارداد کیش صحبت میکنن که این روزا سر صدا کرده، میاد میگه که آره یه قرارداد بوده که قرار بود اختیار تام بدن به چینیا. بعد ویدیو وایرال میشه، پروموت میشه، میفته به غلط کردن. آقا ببخشید من اینو نگفتم. بریم این ویدیو قدیمیشو ببینیم که در خصوص قرارداد 25 ساله چین خودش لو میده که قرارداد چی هستش. گذاری من اعتقاد دارم بوده، اما حرکت مردم و مجلس به نظر من جلوشو گرفت. واگذاری که مثلا من یه ماشین دارم واگذار میکنم به اختیار شما، دادن تام بوده نه اینکه واگذاری. یعنی چینی ها در اصل مقرر بود که اختیار جزایر رو بگیرن، ولی این اتفاق انشالله نخواهد افتاد. دیدید دیگه، میگه اختیار تام. بعد این قضیه که پروموت شد ما تو رسانه‌مون پخش کردیم، یه ویدیو دیگه پخش کرده میگه این نظر شخصی این بوده نه نظر نمیدونم جمعی و فکری و قرار دادی. بریم مالیشو ببینیم. چندی پیش در فضای مجازی مطلبی عنوان شده بود که بین ایران و چین یک قراردادی با موضوعات مختلف منعقد شده. من یک مصاحبه مفصلی داشتم، نه در حد 10-15 ثانیه، و اونجا عرض کردم که به نظر من یه اختیار تام، این کلمه اختیار تام رو من این رو نظر شخصی گفتم، اصلا بحث جایگاهی نبود. یعنی فکر کنید نماینده مجلس از این بهتر نمیتونست ماسپال بکنه، بدتر خودشو خراب کرد. حالا چند که بیشتر اینا آبرو ندارن که شما میای جلوی خبرنگار میکروفون میگیره جلوت، بعد در قالب یک نماینده مجلس داره ازت سوال میپرسه، بعد شما نظر شخصی تو میگی؟ مگه مهمونیه؟ یا مثلا تو مهمونی داره ازت سوال میپرسه، آقا در قالب یک رسانه میدونم یه همچی گرفتید به تخم مرغ تو یخچالتون، میگی که نظر شخصیم بود. آره هر باشه کمی نظر شخصی بود، اومدی افشا کردی، بردن خشتکتو پرچم کردن، الان اومدی میگی اون روزان که هر کجا حرف ساعت اون کرم آبی آقا باید بخیر باشی که کسی کل خانواده‌تون یا علی مدد یا کننده در تیبر یا شهید خنجر میشه به دادتون میرسه برای شخصیت‌های خود کل خانواده. بله تصویر تلخی بود از احمد پورمخبر. آدم این سلبریتی ها یا هنرمندها رو میبینه، اون دزدای کلون میلیاردی رو میبینه، این تصمیم گیری های نماینده مجلس رو هم میبینه که نظر شخصیشون رو میگن، اون دزدای خورده پای خونه خالیخان رو هم میبینه، دستش میاد که مملکت داره به کدوم سمت میره. در صورت مرسی که تا این لحظه با رسانه پشت پرده همراه بودید. اگر دوست داشتید کانال یوتیوب برام پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید، کامنت هم برای ما بذارید. اگر هم دوست نداشتید دیسلایک کنید. مرسی که تا این لحظه با ما همراه.